هلو گایز، چطورید بچه ها؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز براتون ویدیو مزاحم تلفنی اومده کردم. امیدوارم دوست داشته باشید. این ویدیو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. الو، سامان خودتی؟ نه من پاتریکم. بهتری فرباد. نه خیر من پاتریکم. الو صدات خودتی؟ نه خیر من پاتریکم. بچه ها بریم سراغ ویدیو اول ببینیم چه خبره. الو های بفرما. وان عدد گمار این دیوار. جان کمال دیوار نو بفرما. نو کمال نه گمال. نه اشتباه گرفتی. داگ دیوار. همشهری. مگه سگ نذاشتی؟ سگ مگه نذاشتی داخل دی؟ آره سگ دارم. آره خب چرا میگه اشتباه گرفتی؟ آها تو خودت ترکی صحبت می‌کنی داداش؟ دو اصل انگلیسی بود، چجور میگی ترکی؟ آها ترکی. خب بگو بعد بفرما. داگ کجاست ترکیه؟ تو نمیدونی داگ یعنی چه؟ بفرما داش بفرما. خب قیمت تخفیف یارو سگ خوش. داک انگلیسیه دیگه داک. داش 3 میلیون داش 3 میلیون. نه نگاه بکن یه چیزی آمدی نسازی ارزان بده. داش نمیپوشم کاری نداری؟ بشرف داش امسال زمستان شما علافی جام علافی نیستم. خداحافظ. بذار تا حرفی برات بزنم بعد قطعش بکن. پدر تو ده. الو سلام. بریم سراغ ویدیو دوم. سلام الو سلام. سلام علیکم. مخلصم مشاشم. میخوام برم مشاشم. بفرمایید. آقای مشاشم ردیفی داداش. قربان کنم. مشاشم کجایی؟ شما اوه شما مشاشم نیستی نه؟ اشتباه گرفته. خب اشتباه رفیق گرفته. چرا همون اول که من میگم مشاشم میخوام برم مشاشم نمیگی اشتباه گرفتی؟ صدا نمیاد درسته. صدا الان نمیاد. صدا پس چجوری داره میاد که جواب میدی؟ الان داره میاد. داره. آها خب من خدمت تو کار هستم، شما تو کار لامپ و اینایی؟ لامپ. آره نه، لامپ نه، نه. آگهی کردی شما؟ آره آها سلطان خوبی؟ قربان شما. فاکرتون هستم من. آره شما جانم مخلصم. بفرمایید. خدمت عرض کنم که یه سوال از شما دارم راجع به خرید این لامپا نیست ولی همینجوری میخوام محض اطلاعات عمومی بپرسم. وقتی که شما. برق اومد ادیسون چی گفت؟ ادیسون نمیدونم چی بود. صلوات فرستاده آیا؟ حالا نمیدونم صلوات فرستاده چی فرستاده نمیدونم. حالا اطلاعاتشو نداری؟ ندارم. فقط واسه من تعجب مثلا الان مد شده برق میاد با کلاس بازی در میارن تنگ بازی در میارن. صلوات نفرستم. نه میگن تانکس گاد. نمیدونم والا. به نظر شما باید گفت آیا تانکس گاد یا باید گفت صلوات یا باید گفت چی؟ نمیدونم. آقا من پشت فرمانم. آها خب همین دیگه من پشت فرمان هستم. سلطانی مراقب باش داداش در حال رانندگی خطرناک تلفن حرف میزنی ها. قربونه. تلفن حرف میزنی پشت فرمون خیلی خطرناکه رفیقی گل. خطرناک. آره سلطان این لامپا تخفیف هم داره؟ تخفیفم هرش سرویس خدایی خیلی باحال بود. داره. چقدر به ما میدی آخرش؟ نصف قیمت. بازار نصف قیمت بازار. واقعا میگی؟ آره. خب الان شما برقا میره چی کار میکنید؟ برقا میره چراغ روشن میکنه. چراغ چیو؟ چراغ موشی. خب یه سوال دیگه دارم برقا که میره کجا میره؟ خدا میدونه کجا میره. وقتی میاد شما چی کار میکنید؟ میاد هیچ کاری نمیکنه. هیچ کاری نمیکنید؟ نه دیگه. صلوات نمیفرستید؟ نه تانکس گادم آقا نمیگی؟ سر نزنی خدا فرستاد. سلطانی بیا روش مشاشم میخوام برم بشاشم. آدم باحالی بود. محمد اچفای هستم خیلی مخلصم.
بریم سراغ ویدیو بعدی. خیلی باحال بود خدایی. نوشته مزاحم تلفنی سرکاری گذاشتن برادر افغان. بفرمایید. سلام، چطوری؟ خیلی ممنون. شما خسته چیکار میکنی؟ چیکار میکنی؟ شما من سینام اینجا نیوردم. آبدی. نمیشناسم. تو اینستاگرام بزن سینا نقطه آبدی عکسام میاد داشته میشی. حالا ببین الو بابا، واسه موزیک بهت زنگ زده بودم، تست گرفتم ازت. چنین مادرت مزاحمت ایجاد نکن، دارم کشتی نگاه میکنم. مسابقات حساس هستا بابا برتر جدو هستا. زنگ زدم بهت واسه مسابقه و اینا. مسابقه جدو یک لحظه کشی نگاه دارم. من یک نظر تلویزیون خود را کم کنم. یک لحظه گوشی را کپ کن، من گوشی را نگاه کنم. الو بابا، زنگ زده بودم بعد تو انتخاب شدی دیگه، بهت تبریک میگم. برای چی انتخاب شدم؟ برای همون موزیکی که میفرستادیم به لندن و 20 میلیون و اینا. موزیک چی هستا؟ موزیک آهنگ؟ آره آهنگ. کدام آهنگ؟ بابا یه سال پیش بهت زنگ زدم گفتم بخون، خوندی. تو شب تاریکم تو صبح کردی نقد داشتی یادت؟ همون مزاحم تلفنی چیز هستی؟ نه بابا نه. درست هستا؟ نه. مطمئن هستی؟ آره منم مطمئن بشم. خودش گفتش. آره. تو مزاحمت نمیخوایی چه؟ نه کسی رم که نمیگویی؟ نه دیگه. مطمئن باشم. نه من خدایی دوست دارم همساده شما افغانی ها، خدایی آدم های خوبی هن. خودمون مظلوم هستیم اصلا. آره نه خدایی بچه های خوبی هن. من که اذیت نکردم که بابا. های دولت ایرانی کارده من پیاری من رو در برده. نه داداش نه نه نه. از نفر در طول موبی من زنگ میزنن. من چویر تو خط عوض کردم. چکور کنم دیگر بیل کنید. باشه حالا یه تیکه آهنگ میگم بخون. کدام آهنگ؟ الان میگم تو تکرار کن. فرمایید. فقط فکر کنم 2-3 بار باید بهت بگم تا حفظی دیگه. یک من از تو بپرسم. ها تو مطمئنی مزاحم نیستی؟ آره مطمئن باشم. بابا آره دیگه. اوکی. خب فکر کنم 2-3 بار باید بگم تا حفظی. آره بدون شیره. یه شعره بگم. فرمایید. بعضی وقتا میری تو لک، میذاری تو زبد، سیدی تو پک، بعدشم میری تو جمع. نه کن بنویس. میتونی بنویسی؟ اینه که آهنگ نیست. آهنگ میتونی چیز؟ الان یه کاغذ بیار بنویس. درقل واسه صبر کن. شیرت نسل خود نگاه دار. کارم خود کرد. کارم در مادر خوابیدت چه گفت میده. الو فرمایید. خب مینویسی؟ بله بفرمایید. بعضی وقتا میری تو لک. یک مقدار ارمتر بگو من بنویسم. بعضی وقتا میری تو لک. وقتی میری تو لک. قشنگ میخونه. خب میذاری تو زبد، یه سیدی تو پک، بعدشم میری تو جمع. میگذاری در آبیت یک چی؟ یک سیدی میگم یک سیدی تو یادم رو. بعضی وقتا میری تو لک، میذاری یه زبد، ریدم نه. بذار یه شعر دیگه میگم بخون. نمیگویی با خود مشکل داری. خود درگیری مزمین داری. وایسته نه کن. چه ضربه‌ای زد. ببین گوش کن اسکال. وایستا. افراسیابی رو نگاه کن. حتما شبکه 3 زنده نشون میده. خب باشه گوش کن نه کن. بفرمایید. ببین اینجا برنامه هنسی با تو برسی اون مثل کیندی قان اینجا لازم که اون اطلاعاتی میاد تو مخ برسی با سینه تا هم سعی نکن مثل ماشین زندگی تا شب تلفن سکرتری نمیتونم بخونم. همون مقداری که گفتی من میخونم. بفرمایید. دافع من بچه نیاوران داره که دافع فیلیپینی بازم میخونم. همه دارن تلو میخونم. از آقا جلو منی میکومیدی میری. یک لحظه خوشش میکنم. سکوت رو رویت کنید. بگذارید من سخنبری کنم. بگو. بعضی وقتی میری تو لک، میگذاری تو زبد، بقیه شو دیگر نگفتی. نه کن. بعضی وقتا میری تو لک، میذاری تو زبد، یه سیدی تو پک، بعدشم میری تو جمع. سب کن بنویسم. یه قسمت دومشو دیگه حفظ کن دیگه. بله نوشتم. بعضی وقتی میری تو لک، میگذاری تو زبد، یک سیدی تو پک، بعدش میری تو جمع. بهت میگن اینجا لاس وگاس نیست، نمیتونی مثل پاک شاخ و شاخشیان. بهت میگن اینجا کجا نیست؟ لاس وگاس.
لوسیکوس کجاست؟ حالا اه؟ یه خیابونه تو انقلاب جمهوری اینا. جمهوری خودمون. آره چرا من بلد نیستم، من روش حالا بنویس باشه. یک ساختمان اونجا کار میکردم. باش بنویس. اسم خیابونه چی بود؟ لاس وگاس. لاس وگاس. آره یک لحظه صبر کن بخون بخونم. بخون. فکر میکنم اینجا لاس وگاس نیست. خب نمیتونی مثل پاک شاخ و شاخشیان. نمیتونی عجب مثل می‌کنه. پارک باد نمیدونم میگه پارک تو پارک نمیدونم چی میگه خلاصه. نمیتونی مثل اما پاک من شاخ و نمی‌تونی مثل شاخشیان. شوخی بشوخشی. اما زدی سخت کامل در حال ارتکاب جرم دستگیر شدی. با این سن و سال فکر میکنی چی میکنی؟ شعر کامل همین اتفاقاتی که ضد حاله این سابق داره همین ساده‌گریم. تو مثل من یه گرگی که خورده پنینه از بستم من کند زدی مسخرم کردن از عقب درم گذاشتن رفتن هر طرف. تو بیست ها نمیشه من این قسمت رو نخوانم. اوکی حالا این یه دمو بود دیگه دوباره بهت زنگ میزنم. دیمو همون برنامه که در تلفن نصب میشود. نه یه دونه مثلا یه دونه حالت تبلیغاته چه میدونم دمو. دیمو نه دیمو چی هسته؟ حالا کاری نری. شما الان من قبول شدم. آره فقط اینستاگرام ما رو فالو کن دیگه. اه؟ اینستاگرام ما رو فالو کن. چند اینستاگرام؟ آره همون برنامه ها که مثل دیمو هسته. آره داری؟ ریترم بزن سینا نقطه آبدی فالو کن. پارسا آندرلاین اسلامی ست آی نقطه پی وی. حالا بعد اینکه حالا بری تو پیج منم عکس داریم با هم تگ کردم پارسا. حالا گوش کن. بلیش کن. الان زدی سخت کامل در حال ارتکاب جرم دستگیر شدی. با این سن و سال فکر می‌کنی چی می‌کنی؟ شعر کامل اون برنامه ها دیمو همین دیسم. هیچی جدش 7 دقیقه کاری نری. چنل سینا آبدی 101. می‌دونی